عوض این که شب بیاد پدر شوهرم، ما صبح بلند شدیم، تازه هم بیدار شدیم از خواب، دیدیم زنگ خونمون دوباره به صدا در اومد. من رفتم جلو در رو باز کردم و گفتش که این شاتوتو برای شما آوردم. با یه ظرف شاتوت اومده بود جلو در خونه ما. از شانس اون روز صبحم بابام اینا رفته بودن خط. ما دیگه بابام گفته بود نه و اینا، همین جعبه شیرینیشون اصلا باز نکرده بودیم، همینجوری مونده بود. بعد بابام گفته بود جعبه شیرینی هم اومدن که جواب نه رو بدیم، اصلا جعبه شیرینی هم بدید ببرن. آقا صبح با این جعبه شاتوتی که اومده بود همینجوری ما گذاشتیم اینو توی یخچال. اومده بودیم، بابام از ختم که برگشت مستقیم رفت جلو یخچال رو باز کرد، یکی این شاتوتا رو خورد.